به نام که نامش آرام بخش قلب هاست. دوستای بسیار عزیزم، سلام، وقتتون بخیر. فرارسیدن نوروز سال 1404 رو بهتون تبریک میگم و امیدوارم که سال خیلی خوبی رو برای خودتون بسازید. من داشتم به این فکر میکردم که چرا خیلی میگن یعنی اکثر دوستان، حالا خیلی از این پیام‌های تبریک سالم کپی پیستیه، ولی اینکه امیدوارم برات سال خوبی باشه. امیدوارم خدا برات بهترین ها رو رقم بزنه، ولی هیچ کس نمیگفت امیدوارم که سال خوبی رو برای خودت بسازی. یعنی خیلی وقتا فکر میکنیم که سررشته بازی دست خود ما نیست. من دوست دارم یک کوچولو متفاوت برای سال 1404 مون دعا کنم که خدا کمکمون کنه که خودمون به دست خودمون بهترین سال زندگی خودمون رو بسازیم. خدا که همیشه ما رو هدایت میکنه، این ماییم که باید به هدایت خداوند توجه کنیم و عمل کنیم. احساس میکنم که این دوره‌ای که میخوام بهتون معرفی کنم تحت عنوان 40 گام تا مثبت $1000 سود خالص متوسط ماهانه یه دستوری بود که به من داده شد و من باید اینو اجرا کنم و این اجرا صرفاً تشکر و سپاسگزاری از خدای مهربونیه که واقعا شرایط زندگیمو بهبود داد. سال 1403 به لطف خدای مهربون و شما واقعا بهترین سال توی کسب و کار من بود از سالهای گذشته و خیلی اتفاقای خوبی رو تجربه کردم و عملا به شکرانه اون ساله که میخوام این هدیه رو در ابتدای سال 1404 به دوستان و دنبال کننده های عزیزمون بدم. داستان این بود که یه روز صبح تهرانم بودم، خونه مادر، یه مجموعه ای از الهامات به من شد و تون شروع کردم اینا رو یادداشت کردن و دیدم برای اینکه اینا رو بیام بتونم بیان کنم به یک دوره آموزشی نیازه. اول نوشتم 21 گام، بعد دیدم نه بیشتر شد و همه رو یادداشت کردم و چند تا چیزم بهش اضافه کردم، شد 40 گام. من احساس میکنم و تقریبا مطمئنم که همه ما آدم ها طی یک جریاناتی، طی یک غلیانات روحی این حالت ها رو تجربه میکنیم که یه چیزایی به ما الهام میشه، یه چیزایی به ما گفته میشه، انگار وصل میشیم به اون شعور آگاه کیهان و یه چیزی درون ما، یک انرژی درون ما جریان پیدا میکنه که اون انرژی میخواد از طریق هنر خاص ما متولد بشه. حالا هنر یک نفر سخنرانی، هنر یک نفر نوازندگی، هنر یک نفر نویسندگی، هنر یک نفر ساختمان. یه دوره‌ای که بارها بهش اشاره کردم با پراکتور، پارادایم شیفت قدیمش، دوره‌ای که از روی سایت رویال مایند میتونید تهیه کنید تحت عنوان تو ثروتمندزاده شده ای. همکارش جان کاناری میگفت که انیشتین روی میز کارش نوشته بود تمام مخلوقات خداوند با اشتیاق منتظر فرزندان آدمن تا توسط اونها متولد بشن. اون ایده هایی که میگم همتون تجربهش کردین، یک غلیانات روحیه، بعد تو یه چیزی رو توی فضای ذهنت میبینی و احساس میکنی که باید متولدش کنی. این مثل اختراع هواپیما، مثل اختراع ماشین بخار، مثل اختراع ماشین، مثل هر طرح صنعتی یا یه دیزاین، یه نقاشی، یه مجسمه، این باید متولد بشه. این خواست خداونده که این متولد بشه و من مطمئنم که همه ما این حالتها رو تجربه میکنیم و اگه میخوایم شاد باشیم و اگه میخوایم خوب زندگی کنیم باید اجازه بدیم که خداوند از طریق ما جلوه کنه، از طریق اون هنر خاصی که داریم. خب من بهتون پیشنهاد میدم فیلم آگست راش رو ببینید. یه فیلمیه در زمینه موسیقی، خیلی فیلم قشنگیه و اون پسر بچه یه چیزایی رو حس میکنه و اون سر و صدای محیط رو تبدیل میکنه به موسیقی، توی ذهنش مینوازه، اصلا انگار توی خونشه، توی
ژناشه. یا مرحوم وین دایر توی کتاب اینک به وضوح میتوانم ببینم که آخرین کتاب عمرشه، میگه که یه جاهایی من بلند میشدم، یه حسی منو میبرد پشت میزم و من فقط قلمو میگرفتم توی دستم و یه جریانی خودش مینوشت و این قلم رو به حرکت در می آورد. من فکر میکنم واقعا اگه بخوایم خوشبخت باشیم به معنی واقعی، فقط باید ترمز دستی رو بخوابونیم، فقط بذاریم وقتی که یک جریانی میخواد حلول پیدا کنه، میخواد متولد بشه، اجازه بدیم متولد بشه. نمیدونم اون وسیله ها رو بسازیم، اون مداره رو بسازیم، اون برنامه ها رو بنویسیم، میدونیم اون سایت ها رو بسازیم، اون نمیدونم اون اختراع انجام بدیم. خب دلیل ساخت این دوره آموزشی هم دقیقا همین بود. من فقط میخوام بهش اجازه بدم که اجراشه، اجازه بدم که متولد شه. خب توی ایران عزیزمون شرایط کشور ما جوریه که تقاضا برای دلار و برای ارزهای خارجی کلا بیشتر از ارزشه. حالا به هر دلیلی این شرایطیه که وجود داره و ساله که داریم تورم رو توی نرخ ارز مشاهده میکنیم. دلار از نمیدونم چند بوده، 500 تومان بوده، کمتر بوده، 1000 تومان بوده و تا به الان نزدیک 100,000 تومان رسیده. و این بود که باعث شد من گفتم بیایم یه دوره بیس بسازیم که بچه‌ها یه بیسی داشته باشن که روی این تمرین کنن و اگه روی این تمرین کنن و حرفه‌ای بشن و تمریناتشون انجام بدن مدام و مدام، بعد قوی میشن و به یه بیس مالی میرسن. حالا چه بچه‌هایی که دوست دارن تجارت کنن، چه بچه‌هایی که هر شغل دیگه رو دوست دارن. واسه همین اسم این دوره رو انتخاب کردم 40 گام تا مثبت $1000 سود خالص متوسط ماهانه. یه دوستی گفت که اسم دوره طولانیه. من دیگه بچه‌ها واقعا خیلی چیزا برام مهم نیست، این که بک‌گراند پشت سرم نمیدونم جنگل باشه یا دیوار سفید باشه یا این پرده فلزی باشه که پسرم خیلی دستکاریش کرده یه تیکه هایشو نابود کرده، یا اون محیطی که میرم سر صدا باشه، نمیدونم اصلا چه لباسی تنم باشه. اصلا دیگه اینا اصلا برای من مهم نیست. خب بعد از 7 سال کار کردن توی تولید محتوا فهمیدم فقط مهم محتواست، فقط مهم پیامه. این که مثلا اسم دوره من کوتاه باشه که مثلا اون دوره جذاب باشه، نه، کیفیت باید بالا باشه. خب من حالا توی دوره جدیدی که طراحی کردم و داریم روش کار میکنیم، کانتنت مارکتینگ بیزنس یا تجارت بازاریابی محتوایی، یه پادکستی رو توی دوره منتشر کردم که توی کانال رادیو اثرگذارانم رایگان منتشرش کردم تحت عنوان پاکی از شرک توی تولید محتوا. گفتم نه عنوان محتواست که باعث این میشه که محتوا بره بالا، نه طول محتوا، نه قلاب محتوا، نه بک‌گراند محتوا، نه خدمتتون عرض کنم که لباسیه که میپوشیم، نه تدوین عجیب غریبه، نه اینه که تو کدوم لوکیشن وایسادی توی داخلی یا خارج، نه ماشینی که سواری، هیچ کدوم اینا نیست. تنها چیزی که یک محتوا رو میبره بالا خداست. یعنی چی؟ یعنی اون اتصال به پروردگاری که حالا تو این جلسه یک این دوره رایگان بهش میپردازیم، اتصال به خداوندی که یک ایده بهت میده و اون ایده است که میتر کنه، اون ایده است که تو رو میبره بالا. بنابراین اصل اتصال به پروردگار یا هر اسمی که روش میذاریم، حالا میرسیم بهش توی جلسه اول و راجبش مفصل صحبت میکنیم. بنابراین اصلا برام مهم نیست که اسم دوره طولانیه. این دوره هدیه است به تمام بچه‌های اثرگذاران که ما رو دنبال میکنن در هر جایی، آپارات، یوتیوب، سایتمون، تلگرام، اینستاگرام و حتی پیام رسان‌های فارسی زبان و هر جای دیگه. این هدیه ای از مجموعه اثرگذاران به شما و هدفش هم اینه که شما به این عدد سود خالص برسین. حالا جلوتر باز اشاره میکنم برای کسایی که بگن شاید این کمه، حالا میرسیم بهش. یعنی چی سود خالص؟ یعنی شما هزینه های کسب و کاریتون رو ازش کم کنید. یعنی این فقط درآمد شما نباشه. خب هزینه های کسب و کارتون، رفت و آمد و اینا رو بدید، اجاره رو بدید. اون چیزی که تهش میمونه، اون باقی مونده، اون چیزی که تهنشین میشه میمونه. به قول یه دوست موفقی، یکی از فامیلامون آدم موفقی بود، میگفت که بعد از یه ماه باید بشینی بسنجی ببینی آقا ثمره کاسبی چی بود. اینا رو گرفتی، اونا رو دادی، اون چی تهش موند. حالا بعضی بازاریا میگن دنبتکو. خب
اون ثمره کاسبیه. خب حالا توی ایران الان شرایطی که هستیم، حالا نمیدونم اول سال 1404 فکر نکنم هنوز اومده باشه نرخ مصوب حقوق پای وزارت کار، ولی چیزی که هست نزدیک $200 یا کمتر از $200. خب حقوق پای وزارت کار توی دبی من محاسبه کردم یه چیزی حدود $1500 نرخ پایه حالا وزارت کار یا نرخ پایه کارگری 1500 درهمه که میشه $410. خب کارگر چینی یا نرخ باز پایه وزارت کار توی چین، من با دوستم جکی که صحبت میکردم میگفت 4000 یوانه، میشه $550. بنابراین عدد $1000 سود متوسط خالص ماهانه یه عدد کاملا خوبه برای شروع. خب و من میگم سود یعنی سود باشه، خالص باشه، خب یعنی کاملا تهنشین باشه و متوسط باشه. یعنی اگه مثلا یه ماه $2000 بود، یه ماه $1000 بود، یه ماه مثلا $600، ستاش جمعش میشه 3600 تا میشه 1200 تا. خب یا یه ماه صفر بود، دوره میانگینه. یعنی بعد از 6 ماه نگاه کنی که آقا $6000 پول دستته برای یه حرکتی که میخوایی بزنی. خب و یه ده گفتم فقط $1000 ما مخلصیم، من حرفی برای شما ندارم، این اگه عدد کوچیکیه منو ببخشید. خب اگه واقعا عدد کوچیکیه میتونی از این برنامه استفاده نکنی، ولی صحبت من برای برای دوستاییه که حتی به من پیام داد یه دوستی یه دوره مثلا $20 که میخواد بخره، یه محصول $20 هم میخواد بخره، فکرشو میکنه. یعنی اینکه نداره و حتی میخواست برای همون پول قرض بگیره. خب من توی تاکسی نشسته بودم چند وقت پیش، نمیدونم از کجا برمیگشتم، بعد راننده تاکسی نمیدونم چی شد، راننده اون اسنپ بود و ایشون برگشتم بحث دبی شد و اینا، گفتم خب پاشو یه سر بیا دیگه 40 تومنه. گفت آقا برای تو 40 تومنه، برای من 40 میلیونه. حالا دلار 80 تومن بود، میشد $500. خب برای خیلی شاید عدد بزرگی باشه، ولی ما اینجا در کنار هم، دست در دست هم میخوایم پیشرفت کنیم. بچه من فکر میکنم همه ما توی مسیر موفقیت و رشد فردی و توسعه فردی و رسیدن به خواسته ها هم مسیریم. به جای اینکه بخوایم به همدیگه فخر بفروشیم که من کجای مسیرم، تو کجای مسیری، اون یکی کجای مسیره، باید دست همدیگه رو بگیریم. اونایی که جلوترن دست کسایی که عقب‌ترن رو بگیرن، اونایی که عقب‌ترن اونایی که جلوترن رو تشویق کنن، هول بدن، هممون با همین مسیر رو بریم. خب و هوای همدیگه رو داشته باشیم. تو این دوره عزیزای دلم روی 40 تا عضله ذهنی کار میکنیم. من اینم یه جوری الهام بود که ما میتونیم کار کردن روی ذهنمون رو با بدنسازی حالا تشبیه کنیم، به بدنسازی تشبیه کنیم و همونطوری که حالا شما باشگاه بدنسازی خیلیاتون رفتین تجربه میکنین، روی عضله های مختلفی کار میشه، روی جلو بازو، پشت بازو، سرشونه، زیر بغل، جلوی پا، پشت پا، نمیدونم ساق، گردن، شکم، فیله و همه عضله ها. خب برنامه‌های مختلفی هم داده میشه. ما توی این دوره روی 40 تا عضله ذهنی کار میکنیم. خب و همونطوری که یه مربی بدنسازی میاد به شما یه برنامه میده، آقا این عضله رو مثلا این تمرین رو بزن، جلو بازو 3 تا ست مثلا 12 تایی. خب حالا ما هم میخوایم به شما یه برنامه ذهنی بدیم که عضله های مختلف ذهنی مثل عزت نفس، مثل اعتماد به نفس، مثل خودباوری، مثل ایمان، اینا رو دونه دونه با یه متدی که میگیم تقویت بکنید و بعد از یه مدتی که کار کنید و تمرین کنید، چون برنامه دادن 1 دقیقه است، بعد اون برنامه رو هر هفته باید مثلا 3 بار انجامش بدی. این ذهن خودتو ترینش کنی، ذهن خودتو آموزشش بدی و اینو هی قوی کنی و هی قوی کنی و هی قوی ترش کنی، بعد آروم آروم نتیجهش رو میبینی. حالا اونایی که باز باشگاه بدنسازی رفتن، این تجربه رو دارن، یا هر ورزشی انجام داده باشین، بچه آروم آروم که تمرین رو شروع میکنیم میبینیم از اون حالت تنبلی در میایم، از اون حالت کرختی در میایم،
اول مثلا جلو بازو رو با دنبل 5 کیلویی میزنی، بعد میری رو 7.5 کیلو، بعد میری رو 10 کیلو، بعد میری رو 15 کیلو. خب کار کردن روی عضله‌های ذهنی هم بعد یه مدت کوتاهی شروع میکنه خودشون نشون دادن. اول حالت خوب میشه، بعد یه گردش مالی، بعد آروم آروم میبینی مثلا سحرخیز میشی، بعد میبینی پیاده روی رفتی، بعد مثلا خیلی میبینی چقدر آدم به من پیام دادن که آقای شفیعی ما بعد از دوره معجزه مالی تو اصلا اعتیاد به الکل رو گذاشتیم کنار، اعتیاد به مواد مخدر رو گذاشتیم کنار، سیگار رو گذاشتیم کنار، رابطه‌مون با خانواده‌مون خوب شد. اینا دقیقاً وقتی روی عضله‌های ذهنی کار میکنی آروم آروم شروع میکنه یه سری اتفاقا افتادن، یه سری نشونه ها به شما نشون میدن که شما دارید مسیر رو طی میکنید و توی مسیر درست هستید. خب بنابراین ما توی این دوره آموزشی روی 40 تا عضله ذهنی کار میکنیم و این یه برنامه است. باید تمریناتش رو انجام بدید. خب یکی از مهمترین تمریناتش اینه که فایلاشو بارها و بارها و بارها گوش بدید. بعد علاوه بر تمرین ما یه رژیم هم داریم، ما یه رژیم ذهنی داریم، یه رژیم ذهنی ورودی داریم، یه رژیم ذهنی خروجی. یعنی هر چیزی رو نباید ببینی، هر چیزی رو نباید بشنوی، با هر کسی نباید بشینی و از اون بر هر چیزی رو نباید بگی. حتی توی گفتگوهای درونی خودت هم باید احتیاط کنی. خب یه برنامه خیلی خوب داریم. این دیگه حاصل تجربه من توی 7 سال تولید محتوا و به قولی تمرینات ذهنیه که با بچه‌هایی که کار کردم دادم، واقعا تجربهش رو دارم. من سابقه برگزاری 2 تا دوره افزایش درآمد با چندین هزار شرکت کننده از سرتاسر دنیا رو دارم به لطف خدای مهربون و بچه‌ها نتایجشون رو گرفتن و من اون بازخوردار رو گرفتم و امروز من میدونم که چی بگم باعث تغییر میشه و چه برنامه‌ای چه تغییراتی رو به وجود میاره. یعنی یه مقداری بالاخره یه سری آزمون خطاها شده و به خاطر نتایجی که بچه‌های دوره‌های قبلی گرفتن امروز ایمان من به این دوره خیلی بیشتر از قبله. چون یه وقت شما یه کاری میکنی باور نمیکنی نتیجه بده، اما وقتی اون کار رو انجام میدی و نتیجه میده دفعه بعدی ایمانت به اون کاری که داری انجام میدی خیلی بیشتر میشه. خب بنابراین ما روی 40 تا عضله ذهنی کار میکنیم. این یه برنامه بدنسازی به شما برنامه رو میدیم، برنامه رژیم ذهنی هم بهتون میدیم، رژیم ورودی، رژیم خروجی اصلا هم کاری نداریم. حالا یه دوست عزیزی یه جای دیگه دنیاست مثلا میگه آقا اصلا من الان ماهی $3000 درآمدم هست، ماهی $5000، همین فایلا رو گوش کن برو روی $20000، برو روی $30000، $50000، فرقی نداره، در هر لولی باشی این فایلا تو رو آپگرید میکنه. خب اما یه نکته دیگه میخوام بگم، با گوش کردن این فایلا قطعا هیچ اتفاقی نمیفته بچه ها. یه ذره ذهنیتت عوض میشه، حالت بهتر میشه، اما اون چیزی که دنبالشیم که اتفاق بیفته با اجرا کردنه. خب با گوش کردن هیچ اتفاقی نمیفته، ولی با گوش کردن اتفاقی بیشتر از اون چیزی که مد نظرتون میفته، مخصوصا بچه‌هایی که درآمدی ندارن. ببین تو باید به جهان خدمت کنی، تو باید به جهان سرویس ارائه بدی. بعضی وقتا بعضی از بچه‌ها میگن آقا من اینو میخوام بخرم نمیتونم، ندارم. بعد میبینی یه ماه دیگه هم هیچ کاری نکرد. بابا من اگه جای تو بودم میرفتم سر میدون وای میستادم، مثل یه کارگر میرفتم کار میکردم. کار که آر نیست، اصلا میرفتم نظافت میکردم، میرفتم نمیدونم کار فنی که بلدم رو انجام میدادم، اصلا تو خیابون روی یه کارتون مینوشتم آموزش واردات. خب نمیدونم میرفتم کامپیوترهای مردم رو درست میکردم، یا با اون چیز فنی که بلدم یا از پایه‌ای ترین کارها مثل نظافت یا کارگری شروع میکردم کار میکردم. من چند وقت پیش کارواش بودم، میگفت که این کسایی که توی کارواش کار میکنن روزی 1 میلیون، حالا مثلا شاید دلار 60 تومن بود، روزی $10-15 کسی که توی کارواش کار میکنه و ماشین میشوره میتونه درآمد داشته باشه. بهانه نگیریم، بهانه ها حالا باز بهش میرسیم، و بهانه ها منشأش تنبلیه. پاشم کار کنم، پاشم سرویس به جامعه ارائه بدم. چرا به کسی که پول داره احترام میذارن؟ به خاطر اینکه کسی که پول زیادی داره نماد اینه که به جامعه داره خدمت بیشتری میکنه. خب بنابراین با گوش کردن فایلا هیچ اتفاقی نمیفته، با عمل کردن به فایلا اتفاقی بزرگتر از اون چیزی که
مد نظرمونه براتون میفته. و اما راجع به پرش ذهن بگم، در طول این فایلایی که گوش میکنید بچه ها، ذهن شما بارها و بارها میپره. ممکنه با یه داستان، حتی ممکنه تو همین طول همین فایل هم پریده باشه، ممکنه با یه داستانی همزاد پنداری کنید، بپره ذهنتون، یهویی اتفاقی بیفته، یا مثلا بالاخره داری میری میای توی مترو، یه لحظه سوار میشی، پیاده میشی، حواست پرت میشه. واسه همین حداقل هر فایل رو 2 بار لازمه که گوش کنی تا شاید بگم 80-90% مطالب رو 1 بار شنیده باشی. بهتره هر فایل رو 5 بار گوش کنید، تمریناتش رو انجام بدین، فیلمایی که میگم رو ببینید، دفترهایی که میگم رو تهیه کنید، بنویسید و اون رژیم ذهنیه رو هر چقدر به اینا بیشتر پایبند باشی بیشتر نتیجه میگیری. و بعدم مهمترین قسمتش به وجود اومدن اون تغییره است که مثلا یه ریسکی بکنی. حالا اگه کارآفرین هستی مثلا یه نفر جدید رو استخدام کنی، یه حرکت متفاوتی بزنی. اگه میخوایم تغییری به وجود بیاد باید اون تغییر رو ایجاد بکنیم. با گوش کردن صرف این فایل ها هیچ اتفاقی نمیفته. از همین الان دارم میگم. من راستش میخواستم این فایل ها رو 40 روز پشت سر هم ضبط کنم و بیام این تعهد رو بدم که مثلا تا 10 اردیبهشت، از 1 فروردین شروع کنم تا 10 اردیبهشت فایل ها رو تمام کنم. اما دیدم واقعا الهام زور زدن سرش نمیشه. باید یه چیزی باشه که آرام 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 انجام بشه. یکی از دوستای من رفته بود باشگاه بدنسازی و مربیش یه حرف خیلی قشنگی بهش زده بود. گفته بود ببین وقتی میخوای عضلات رشد کنه، اول وزنه بزن، بعد اون غذای مناسب رشد عضله رو یعنی پروتئین رو بهش بده و بهش استراحت بده، بهش زمان بده. یعنی مثلا گفته بود آقا مثلا این عضله جلو بازو رو میخوای بزنی، مثلا 3 تا ست 10 تایی باید بزنی در طول مثلا 1 هفته، میشه مثلا 30 تا. بعد حالا حساب کردیم که مثلا این بخواد بزنه چی میشه، مثلا 1000 تا میشد در طول 3 ماه. خب که یه ذره خودشو نشون بده. خب بعد این باید بینش فاصله باشه، این باید تغذیه مناسبش داده باشه، ولی از همه مهمتر اون استراحته بود، اون فاصله بود. یعنی میدونید ما غذا که میخوریم، خب نمیشه که یه تریلی غذا رو یه جا بخوری، که یه مقدار غذا میخوری بعد باید بهش مهلت بدی که این هضم بشه. بچه‌ها بعضی وقتا ما ذهنمون رو خفه میکنیم، بعضی وقتا انقدر ورودی به ذهنمون میدیم، انقدر آموزش وارد ذهنمون میکنیم که ذهن فلج میشه. خب باید تغذیهش بکنی، یه ذرم اجازه بدی ذهن تراوش کنه، یه ذرم اجازه بدی حالا بر اساس ورودیایی که بهش دادی خروجی بده. خب بنابراین ما یه فرصت هضم ذهنی هم میدیم توی این برنامه. آروم آروم فایل‌ها رو ارائه میدیم بهتون که پشت هم نباشه. این زیپ مغز رو باز کنیم یه عالمه چیز بریزیم توش، زیپ مغز رو ببندیم، دیدی یهویی کلی غذا رو در هم بخوری چجوری حالت بد میشه. بنابراین ما ذهنمون رو در طول مدت این دوره آروم آروم تغذیه میکنیم، بهش فرصت هضم میدیم، بهش فرصت تراوش میدیم که حالا آروم آروم ذهن ما به قولی خودشو بازسازی کنه، فرصت اینو پیدا کنه و فرصت پیدا کنه که ارتباط بگیره و ایده بده. خب بنابراین این دوره یه شاید مدت زمان 2 تا 3 ماه، تقریبا 2 تا 3 ماه طول بکشه که آرام آرام این دوره خدمت شما دوستای عزیزم ارائه بشه. چیزایی که میشنوید قطعاً با باورهای قبلی شما متضاده و بچه‌ها یه چیزی رو من بهش قطعاً رسیدم، اون چیزایی باعث رشد ما میشه که با اون چیزای قبلی که شنیدیم خیلی در تضاده. یعنی اگه یه حرفی رو شنیدی و خوشت اومد و اون رو تایید کردی، احتمال 99.9% یا احتمال 100% اون باعث هیچ رشدی در تو نمیشه. ولی اگه یه حرفی رو شنیدی و خیلی باهاش مخالف بودی، اگه خیلی نسبت بهش گارد داشتی، بدون که اونجا منطقه رشدته، اونجا جاییه که حالا مثلا من این حرفی که شنیدم خدای اصلا با اعتقادات قبلی من نمیخونه، حالا برم راجبش تحقیق و تفحص کنم اینم واقعا درسته یا نه. خب
یه فیلمی هست پاتریک بی دیوید اینو معرفی کرده، باز پیشنهاد میدم این فیلم رو ببینید، The Big Short. خب داستان رکود جهانی و رکود ملک توی آمریکاست. یه جمله اولش مینویسه از مارک توین، نویسنده بزرگ. خیلی جمله است این. میگه که شما در زندگی بیشتر از چیزهایی که میدانید و مطمئن هستید درست است ضربه میخورید تا چیزهایی که نمیدانید. بچه‌ها اون چیزهایی که مطمئنیم درسته همونا پاشنه آشیل ماست، هموناست که داره ضربه مهلک رو به ما میزنه. ما در جریان توسعه فردی، در جریان یادگیری، در جریان بهبود وضعیت ذهنیمون، در جریان رشد شخصی اصلا قرار نیست چیز جدیدی یاد بگیریم. اصلا قرار نیست چیز جدیدی یاد بگیریم. ما قرار چیزای اشتباه قبلی رو فراموش کنیم. حالا بعضی‌ها بهش میگن فرایند پاکسازی، که حالا اصلا وارد بحثش نمیشیم که چجوری قراره این پاکسازی انجام بشه، چون بعضی فقط میگن با ذکر حالا چند تا جمله نمیدونم همون سیستم هوآپونوپونو. من نه، اصلا یه فرایند دیگر رو براش مد نظر دارم. بگذاریم ما باید از باورهای اشتباه قبلیمون پاک بشیم. نمیخواد یه عالم زور بزنیم. اگه ترمز دستی بالا باشه و تو هی به ماشین زور بزنیم بوی صفحه کلاچ در میاد. اون لحظه هایی که با تمام وجود و با تمام قوا داریم می جنگیم و مستحصل شدیم که خدایا چرا نمیاد، چرا نمیشه، چرا درواز نمیشه. اون به خاطر اون ترمزای ماست که فعاله. خب ترمز دستیه که بالاست. حتی اگه ترمز دستی بچه بالا باشه، خیلی شدید ماشین رو هل بدی، اون ماشین آسیب میبینه. خب یا بیان بکشن از جلو ماشین، اون ماشین آسیب میبینه، اون ماشین ضربه میخوره. تنها راه اینه که ترمز دستی رو بخوابونی، بعد میبینی ماشین با کوچکترین نیرویی میره جلو. دیگه اصلا زور زدن و تقلایی نیاز نیست. خب بنابراین اگه خیلی داریم به خودمون فشار میاریم، اگه خیلی داریم تقلا میکنیم، یه جایی مشکل داره. حتی دونالد ترامپ خیلی توی این کتاب قواعد خلق ثروت قشنگ میگه اگر که با تمام وجودت داری کار میکنی و خیلی تلاش و تقلا میکنی ولی از لحاظ مالی داری درجا میزنی، شما مشغول انجام کارهای بی اهمیت هستید. اینا رو حالا بهش میرسیم و در طول دوره کار میکنیم. بنابراین قرار نیست چیز جدیدی یاد بگیریم. یعنی اونایی که دنبال چیزهای جدیدن، قرار نیست چیز جدیدی یاد بگیریم. قرار چیزای اشتباه قبلی رو فراموش کنیم. خب و یه سری حرفای تکراری رو میشنویم در طول این دوره. یعنی بعضی میگن که آقا من مثلا اینا رو که شنیدم، اینم حرف باوره دیگه، اینم اعتماد به نفسه، اینم عزت نفسه، اینم فلان. حالا اصلا یک جلسه داریم راجع به تکرار که اصلا چرا تکرار این مباحث مهمه. خب بنابراین یه سری حرفای تکراری رو میشنویم تا یه سری باورهای اشتباه قبلی رو پاکسازی کنیم و میبینیم دیگه همین که اتاق رو شروع میکنیم تمیز کردن. حالا اتاقی که هستم کلی اسباب بازی بچه‌ها هم اینجاست، شلوغه. همین که شروع میکنیم پاکسازی کردن، آروم آروم احساسمون بهتر میشه. همین که شروع میکنیم ماشین رو شستن، یه آب روش میریزیم، اون یکم گرد و خاکا میره. حالا مثلا ماشین رو کف میزنی، بعد دوباره میشوری، بعد جارو میکشی، بعد یهویی بعد مثلا 2 ساعت فرایند شستشو که انجام میشه، ماشینه همون ماشینه ها، ولی میبینی وقتی سوارش میشی چقدر احساس بهتری. فرایند بهبود ذهنی هم دقیقاً مثل همین کارواشه که شروع میکنیم به پاکسازی و اون اشتباهات ذهنی گذشته رو آروم آروم با منطق از یاد میبریم و پاک میکنیم و پاکسازی میکنیم باورهای گذشته رو، باورهای سمی گذشته رو. و بعد میبینیم حتی وقتی که ما میریم دوش میگیریم، وقتی که این چرک از بدن ما شسته میشه، بچه‌ها پوست ما، یعنی تنفس از طریق پوست بهتر انجام میشه. خب اون احساس سبکی بعد از دوش گرفتن به ما دست میده. از لحاظ ذهنی هم همینه. وقتی یه سری چیزای اشتباه رو فراموش میکنیم، وقتی مثلا رقابت رو کنار میذاریم و میگیم آقا من کارم اینقدر ارزش داره، بعد میرم برای تست عدد دستمزدمو 2 برابر میکنم، بعد 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر، 5 نفر به من اون عدد رو پرداخت میکنن،
میبینم دستمزد من که اینقدر بود، چرا حالم خوبه الان. بعد اون احساس بهتره میاد سراغم، پس کار من ارزش داره، اون چیزی که دارم به جهان هستی ارائه میدم. خب در طی این دوره بچه‌ها یه سری تنظیمات رو ما روی ذهنمون انجام میدیم و به خاطر تنظیماتی که انجام میدیم عملکردمون بهتر میشه. دیدیم بعضی وقتا مثلا ماشین قاطی میکنه، میان یه لحظه یه لپتاپ بهش وصل میکنن به ECU Engine Control Unit و یه چیزای نرم افزاری تغییر میدن، نه آچاری میزنن نه پیچ گوشتی، هیچی در کار نیست، فقط یه سری تنظیمات نرم افزاری انجام میشه، ریست و میبینی عملکرد ماشین بهتر شد. ما میخوایم روی وجودمون یه سری تنظیمات نرم افزاری، یه سری تنظیمات متافیزیکی، تنظیماتی که لمس نمیشن انجام بدیم، ولی این تنظیمات خودشون رو توی دنیای بیرون نشون میدن و من بهتون قول میدم شما شگفت زده میشین. یعنی یادم بچه بودم، شاید 7 سالم هم نبود هنوز، داماد ما یه پیکان جوانان داشت. خب برادرم خیلی توی مکانیکی حرفه‌ای بود، یعنی مکانیک بود و این ترمز ماشینش نمیگرفت. بعد برادرم سهیل اومد اینو یه سری دستکاری‌ها کرد، یه سری تنظیمات کرد و گفت برو دور بزن. این رفت دور زد، حالا صداش میومد ای ترمز میگرفت، بعد اومد و میگفت سهیل چیکار کردی با این ماشین. حالا میخوام بگم من چون این سابقه رو دارم و حالا مربی ذهنی بودم برای یه سری از دوستانی که بهم اعتماد کردن، من بهتون قول میدم بعد از این دوره و اگه تمریناتش رو درست انجام بدین، میاین میگین آقای شفیع اصلا من باورم نمیشه این نتایج رو گرفتم بعد این مدت. خب پس یه سری تنظیمات رو از لحاظ ذهنی میخوایم انجام بدیم. ممکنه فایل ها طولانی بشه بعضی از فایل ها، ولی من میدونین اعتقاد دارم که کسی که واقعا میخواد تغییر کنه زمان میذاره، کسی که واقعا میخواد تغییر کنه بهاشو میپردازه. برای این دوره هیچ بهایی از نظر مالی قرار نیست بپردازی، ولی بهایی که باید بدی زمانیه. خب من نگاه میکنم یه سریال بی سر و ته آدما میشینن نگاه میکنن 100 ساعت 150 ساعت 200 ساعت، خب و زندگی خودشون هدر میدن. چی میشه ما 50 ساعت 60 ساعت هم بشینیم 40 جلسه اصلا بگین 40 تا جلسه 2 ساعته ضبط کنم 80 ساعت 5 بار هم گوشش کنیم 400 ساعت زمان میذاری برای اینکه زندگی خودت رو ارتقا بدی. خب حالا اونقدر نمیشه جلسات، ولی فرض کنیم هر جلسه 1 ساعت باشه، آقا مثلا 40 ساعت آموزش 2 بار 3 بار 5 بار ببینیم 200 ساعت. اونم زمانهایی که مثلا حالا داریم میریم توی مثلا مترو، توی اتوبوس، نمیدونم جای دیگه، از این زمانهای مردمون استفاده میکنیم و اونا رو به زمان مفید تبدیل میکنیم. خب یا واقعا چی اضافه کرد به ما ساعت‌ها کلیپ‌های اینستاگرام، کلیپ‌های بی سر و ته اینستاگرام دیدن و توی اکسپلور چرخیدن و نمیدونم حسرت زندگی این اونو خوردن. ما میخوایم یه ورودی مثبت مفید به ذهنمون بدیم. در جریان این فایل هم که قرار میدم هیچ بحثی هم با هیچ کسی ندارم که آقا من درست فکر میکنم کسی دیگه غلط فکر میکنه، اصلا درست و غلطی وجود نداره. خب به قول ویلیام شکسپیر میگه که، یا شکسپیر میگه که اتفاق خوب و بد وجود نداره، اتفاقا فقط اتفاقا. تو این دنیا هم بچه به نظر من هیچ کس درست یا غلط فکر نمیکنه. تمام آدما بر اساس افکاری که دارن عمل میکنن و بر اساس اعمالی که انجام میدن نتیجه میگیرن. همین. نه من درست فکر میکنم نه تو غلط فکر میکنی، نه من غلط فکر میکنم نه تو درست فکر میکنی. افرادی که توی فضای رشد میخوان قرار بگیرن و با این افکار تقریبا توی یک فرکانسی، خب توی یک مداریم از لحاظ ذهنی. بنابراین بحثی با هیچ کس ندارم که بگم آقا نه این اینجوری نیست، این اینجوری، این حرف درست نیست. من کاری ندارم، من حرفمو میزنم. به قولی میگه که من آنچه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. هیچ بحثی با کسی ندارم که من درست فکر میکنم و در جریان این دوره هیچ تصمیم هیجانی مهمی هم توی زندگیتون نگیرید که مثلا یکی بخواد از همسرش جدا بشه، یکی بخواد یهویی ماشینشو بفروشه بزنه تو کار، یکی بخواد خونهشو بفروشه بزنه تو کار، یکی بخواد نمیدونم بره یه جایی و یهویی جوگیر بشه. چون منم از این جوگیریات داشتم، یعنی یه ویدیو دیدم بعد جوگیر شده بودم، می‌خواستم فردا برم 50 نفر رو استخدام کنم در شرایط اینکه 3-4 نفر کارمند داشتم. از این جور جوگیری‌ها انجام ندیم. من هیچ گونه مسئولیتی رو قبول نمی‌کنم.
مسئولیت هر گونه تصمیمی 100% با خود شماست که یهویی تصمیم‌های هیجان انگیز نگیریم، بریم همسرمون جدا شیم، مهاجرت کنیم، مغازه بخریم، مغازه بفروشیم. نه، آرام باشی، آرام. و اگه تصمیم حیاتی میخوای توی زندگیت بگیری، آروم اون کارو بکنی. و از شما دعوت میکنم با به اشتراک گذاشتن آگاهی هاتون توی سایت اثرگذاران، چون ما این دوره رو توی سایت اثرگذاران آپلود میکنیم و اطلاع رسانی میکنیم بهتون جلسات این دوره رو، با به اشتراک گذاشتن آگاهیاتون و احساسی که نسبت به اون جلسه دارید و درکی که دارید و داستانهای خاص زندگی خودتون، به رشد و پیشرفت این دوره کمک کنید. به من کمک کنید، به دوستاتون کمک کنید توی قسمت کامنت ها و دیدگاه ها. و خودم کامنت ها و دیدگاه هاتون رو میخونم و منتشر میکنم. و نهایتا پایبند باشید به تمریناتی که داده میشه، فیلم هایی که گفته میشه، اینا رو اجرا کنید و میگم نتایجش رو آروم آروم میبینید. حالا بعضی خیلی سوال دارن که آقای شفیعی من چقدر طول میکشه به این عدد برسم؟ نمیدونم. به قول دوستم میگفت که به لقمان گفتن لقمان چقدر طول میکشه به شهر بعدی برسم؟ گفت راه برو. گفت چقدر راهه؟ گفت راه برو. اینقدر فکر نکن چقدر میرسم. ما باید این مسیر رو همیشه بریم بچه‌ها. ما باید روی ذهنمون کار کنیم. یه روزی میشه، حالا برای بچه‌هایی که این عدد براشون عدد خوب و جذابیه، یه روزی میشه که فقط میبینی تو چند روز اول ماه، شاید اصلا توی حتی یه روز، حتی توی یک معامله. الان چیزایی برای من پیش اومده، میبینم چقدر افراد چند هزار دلار به سادگی توی یه معامله سود میکنن. حالا برم جای بالاتر میبینم، حتی من یه بازرگانی توی دبی دیدم، ایشون میگفت قشنگ یه پروژه گرفته بود، یه واردات 3 میلیون دلار بود و 8% کامیشنش بود، یعنی 240,000 دلار. خب تو یه پروژه 240,000 دلار میگیره خودش و تیمش. دوستی رو دیدم که یه روز فروشش 500,000 دلار بود. بنابراین میشه به جاهای خیلی بزرگترم رسید. این صرفا یه پله استارته. ولی میتونم بگم، من اینو تشبیه میکنم به این که مثلا ما توی کوچه پس کوچه ایم، خب، و میخوایم بریم مثلا توی کوچه پس کوچه های شرق تهرانیم، میخوایم بریم به سمت کرج، خب، یا به سمت کرج یا هرچی، یا اصلا زنجان یا تبریز. میگیم که آقا من تا سر اتوبان همت به سمت غرب بیفتم دیگه بقیهش رو بلدم دیگه، مثلا میرم حالا یادگار امام یا باکری و میرم تو اتوبان و تمام دیگه. خب این دوره‌ایه که شما رو به اتوبان اول اصلی میرسونه. یعنی به نظر من آقا کسی که به 1000 دلار سود خالص متوسط ماهانه برسه، آقا این افتاده سر اتوبان و آزاد راه و دیگه گازشو بگیر برو دیگه. میدونه آقا کسی که مثلا 1 سال 2 سال میاد باشگاه بدنسازی و ادامه میده، دیگه روند کلی کار دستش میاد، روند کلی تغذیه دستش میاد، اصلا مکملا دستش میاد، مربی میزان تمرین کردن در هفته، میزان استراحت، یه چیزای کلی رو میفهمه. ولی همون اصول رو باید اجرا کنه، همون اصول رو باید تکرار کنه دیگه. آقا جاده رو ادامه بده دیگه. این دوره‌ایه که شما رو تا اول اتوبان میرسونه. این جلسه 0 دوره بود. دوست داشتم بیام تو این جلسه اول سنگامون رو با هم وا بکنیم. سنگامون رو نمیدونم با هم چی کار کنیم. سنگامون رو با هم وا بکنیم و بگیم که چی به چیه. امیدوارم خدای مهربون همونطوری که تا الان کمک کرده که این الهامات رو داشته به من و حتما همه شماها، کمکمون کنه در ادامه دوره خیلی خوبی رو با هم داشته باشیم. جلسات این دوره آرام آرام روی سایت اثرگذاران قرن 21 قرار میگیره. برای دریافت این جلسه پیشنهاد من اینه که توی کانال تلگرامی رادیو اثرگذاران قرن 21 عضو بشید. لینکش هم این پایین براتون میذارم، t.me/radio_اثرگذاران. توی این کانال که عضو باشین هم پادکستاشو اونجا براتون قرار میدیم، هم خدمتتون عرض کنم که بلکه فایل روی سایتمون قرار گرفت، لینک سایت رو بهتون میدیم که دوستانی هم که خواستن با تمرکز و تعهد بالاتری کار کنن از ویدیوش استفاده کنن. امیدوارم که
این هدیه لایق وجود ارزشمندتون باشه و تقدیمش میکنم به همه شما دوستای گلی که اثرگذاران قرن 21 رو دنبال میکنید. دوستتون دارم. سال 1404 رو بهتون تبریک میگم. رضا محمد شفیعی هستم و تا یک ویدیوی دیگه اگر عمری باقی باشه شما دوستای خوبم رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا یار نگهدارتون.